سلام دوستای خوبم، امیدوارم که خوب باشید. یکی از دستورات پرکاربرد دیگه ای که در تب هوم پنل مودیفای وجود داره دستور اسکیل هستش که این دستور بسیار پرکاربردیه. اسکیل برای تغییر مقیاس کاربرد داره. اینجا یک سری آبجکت وجود داره که من میتونم مقیاسش رو زیاد یا کم کنم. اسکیل رو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، رو آبجکتم کلیک میکنم و اینتر. دقت کنید مقیاس این آبجکتم رو میتونم کوچیک یا بزرگ کنم. یا مثلا این CS رو تایپ میکنم، روش دوم اینتر رو میزنم، آبجکتم کلیک میکنم، اینتر رو میزنم و به این صورت دوباره میتونم مقیاسش رو زیاد یا کم کنم. این یکی از روش‌های کار با اسکیل هستش و یکی از دستورات پرکاربرد دیگه‌ای که در اسکیل وجود داره رفرنس هست که قبلا در دستور کپی هم وجود داشت. رفرنس رو من روی این پلنی که در اینجا وجود داره بهتون توضیح میدم. اگر من یک دری داشته باشم که مقیاسش این در نسبت به عرض بازشو کوچیک‌تر باشه، من میخوام که این در به اندازه عرض بازشو قرار بگیره. ابتدا اسکیل رو انتخاب میکنم، رو آبجکتم کلیک میکنم، اینتر رو میزنم، یک نقطه مبنا بهش میدم. وقتی این نقطه رو دادید در قسمت پایین دستور رفرنس اجرا میشه. رفرنس رو میزنم و این قسمت در رو دو نقطه رو انتخاب میکنم و عرض بازشو رو بهش معرفی میکنم به این شکل. این دستور بسیار پرکاربردی هستش و خیلی هم ازش میتونید استفاده کنید. این بود کار با دستور اسکیل و من در اینجا یک دستور دیگه هم وجود داره که میخوام اون هم بهتون بگم چون خیلی کوتاه و راحت هستش. دستور تریم که این دستور هم پرکاربرد در ترسیمات. برای پاک کردن اضافات میتونید از این دستور استفاده کنید. مثلا الان این خط رو براتون ترسیم میکنم. این یک خطی هستش که من میخوام مثلا یه سری اضافات داره که میخوام اینو پاکش کنم و نمیام به این شکل. اگر بخوام اینو بزنم ببینید کلش پاک میشه که اون روش های قبلی دیلیت بوده، رو آبجکت کلیک میکردید و دیلیت رو میزنید. من میخوام این یه قسمت رو که این بالا هست اینو فقط پاکش کنم. چیکار میکنم؟ دستور تریم رو از تب هوم پنل مودیفای تریم رو انتخاب میکنم و روی اون قسمتی که میخوام پاک شه نگه میدارم. به این صورت پاک شد و هر جای دیگه هم باز بخواید پاک کنید ببینید فعلا اون دستور واسهتون فعاله. تا من از دستور خارج نشم فعاله. مثلا این یا این که در این پلنم میخوام این قسمت رو پاک کنم به این صورت، یا اینجا هم مثلا اضافه است میخوام پاک کنم به این صورت حذف میشه.
و این بوده کار با دستور تریم. البته یک موضوع دیگه هم هستش که برای ورژن های پایین‌تر به این صورت اجرا میشه. تریم رو میزنید، موضوع رو انتخاب، اینتر و بعد پاک میشه. اینم خواستم بگم اونهایی که ورژنشون پایینه میتونن